یک تعداد بعضی گروپ ها یک کمی ماهر و زرنگ می باشه، کلمات خیلی جاذب و جالب و به یک چهره، اما کارهای دیگر کرده رایستن. نه، چی میگه؟ نه، این جامعه چیسته؟ مذهبی است. 1200 سال اینجا فقه حنفی حکومت کرده، حالی در مقابل از یا صحیح گپت خو حق است، خو نمیشه. ما میگیم میشه، تو نکو باشه میجا. انشالله کاروانی تمونجا استاده، باری شتا کده، کاروانی ما از پیشید رفت. انشالله افرادی که حالی تلاش داره خود در منزل برسانه از تو جدا شده آمدن، کلش قط ما یک جا است. میگه ما وقت خود میرسانیم. جنت کی خوش نداره؟ جنت کلگی خوش داره و زود خوش داره، زود خود میفهمانه. حالی دیگه واد تپ و تلاش است که چطور ترمیم کنه، برای جامعه خود محبوب بسازه. چی رقم محبوب بسازه؟ گپ از مذهب بزن، نماز به طریقه امام ابو حنیفه، شرمت نمیاد؟ نماز به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم. سخن تو خیلی قوی است یا این سخن قوی است؟ ایرا یک آدمی آبی میفهمه. البته ما دشمنی با امام ابو حنیفه رحمه الله نداریم. اگر نماز به طریقه امام شافعی، نماز به طریقه امام مالک، نماز به طریقه احمد بن حنبل رحمت الله علیهم باشه، ما میگیم نه، نماز به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم نکو. با این گپا محبوب مردم نمیگردی. انشاءالله خود محبوب الله بکو، گپی تواضع کو، باز مردم قطعت محبت میکن. چرا که کارت به خاطر الله بود، مردم الله خود به خود در قلبش محبتی تو را میندازه. اگر نه که نه، لحاظ مردم کردی، کلی برنامه تا به خاطر لحاظ مردم مرموز پوشیده پیش میبری، روز فرا برسه که افراد خودت برات بگه یکی خو نفاق است. این نفاق خو ما کار نمیکنیم. ما راه و منهج واضح آشکارا که بیرقش بلند است قطع از او میرویم. نکنه. این نمی برنامه دعوت رسول الله است. چی میگه؟ قل بگه پیامبر علیه السلام هذه سبیل، این میرایم است، دعوت به سوی الله متعال، دعوت به او توحیدی که یوسف علیه السلام در زندان داد، دعوت به او توحیدی که یوسف علیه السلام در زندگی خود بیان کرد. یک مرحله کلی انبیاء علیهم السلام امی دعوت داده، یک تو پرستی الله، مردم کل شب یک تا پرستی الله دعوت داده. ما امی برنامه ماست، این امی هذه سبیل، این امی منهج رایم است، ادعو الی الله. این چیزی دیگر لحاظ ما نیست، نه لحاظ جامعه را داریم، نه لحاظ مردم، نه لحاظ قدامت، نه لحاظ بگه که قدر وقت مردم اینطوری ترش کردن. نه، فقط دعوت بسوی کی میدیم؟ الله متعال علی بصیرت. خوی دعوت همون تو نیست که به دلیل باشه، کرکرانه روان باشیم، تقلید باشه. علی بصیرت قایم است. این دعوت ما به بصیرت مراد است، پیشش علم و دلیل. این دعوت ما قایم به علم است، به دلیل است، سند داریم. هر جای بیان کرده میتونیم. کیست که بیان نکنه ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ هر جای اعلان کن. از کسی نترس او نترس داری، خلاص. انا پیغمبر علیه السلام میگم من به می بصیرت هستم، دعوت ما سری روی دلیل علم است. لیکن دیگه و من اتبعنی، کسی که تابعداری مرا میکنه، دعوت از او اینمی رقم استوار به علم و دلیل است، آشکاراست، منهجش اعلان شده پیش مردم است، پت و پنهان نیسته، بالکل واضح آشکاراست. یک. دوم، ما اینمی منهجم است، مبارزه کردن با شرک، خرافات، ظلم، بگوی زیادت، همه نظام های طاغوتی. ادعو الی الله، کلی مردم دعوت میدم به سوی بندگی یک الله، نظام یک الله، پذیرش نظام الله. تنها خودم نه، علی بصیرت، با علم و دلیل قایم هستم. انا من و من اتبعنی، کسی که تابعداری مرا میکنه. دعوای تابعداری اگر کسی داره، این کار باید در پیش ببره. برادر و خواهران، اگر شما دعوا داره که ما اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم میکنه، بدون دعوت نمیتونی، خود متبع شده نمیتونی. پیغمبر خود بیان میکنه متبع وقتی میشه که دعوت به سوی توحید الله در فرست کارایتان باشه، در اولیت کارایتان باشه. اگر در اولیت کارایتان دعوت به سوی توحید الله بود، اینجا متبع رسول الله صلی الله علیه وسلم شده میتونی. از همون خاطر تا که دعوت نمیکردی، خلاص دیگه باز نگو که من متبع رسول الله هستم. چرا که رسول الله دعوت به سوی توحید الله داده. او همونطور خشک دعوت نمیدیم. در یک دستی ما کتاب الله ده، در دیگر دستی ما سنت صحیح رسول الله. هر کس پیش میشه این گزی میدان، اینی گپ اینطور است، اینی گپ اینطور است. خلاص ما علما را احترام داریم، نوری چشمی ماست.
خصوصا ائمه مجتهدین خدمت‌های شایانی برای امت کرده، به قصد مخالفت سنت رسول الله را نکرده. اما ما کلی سخنایش نمیپذیریم، کم خشکیش هم تریشه، هم خوبیشه هم خرابیشه. و ترازو داریم، طول میکنیم سر کتاب الله و سنت رسول الله. وقتی که مخالف کتاب الله و سنت رسول الله شد، بگوی یک اجر برش قائل هستیم که الله برش داده، خب لیکن سخنیشه نمیپذیریم، چرا که کتاب الله و سنت رسول الله ما را به چیزی دیگه دعوت میده. باز اینجا نمیپذیریم. اینی دعوت ماست. بصیرت امیر میگه و سبحان الله، پاکی برای الله است از هر قسم عیب، شریک، ولد، یک چیزی هم. الله متعال نه والد داره، نه ولد داره، نه وزیر داره، نه مومد داره، نه مثیل داره، نه هیچ کسی. کلگی محتاج الله متعال است. یعنی مقصدی دعوت ما نمیسته که نسبت پاکی با کی شما؟ الله. نسبت پاکی را به امام مذهب نمیکنیم که بالکل خطا نشده، بالکل خطا نشده. نسبت پاکی به الله است، هیچ نوع عیب نداره. اما نمیکنیم دعوا که امام شافعی رحمه الله بالکل معصوم است، هر سخنش حق است. نه، انسان است، خطا شده بالکل. و ما انا من المشرکین، ما از جمله مشرکان نیستم که شرک بیارم به امر الله، هیچ نوع شرک هم قائل نیستم. و ما ارسلنا من قبلک، بله اعتراض از جایی بوده، این انسان آمده برای ما رهبری میکنه، چرا ملک نمیه؟ و بدبختا پیغمبر نمی باشه مگر؟ کلی پیغمبرای سابق انسان ها بود. و ما ارسلنا من قبلک، روان نکردیم پیش از تو، الا رجالا، مگر مردارا. معلوم شد که پیغمبران مرد بوده، زن نبوده. مریم و سارا و آسیه رضی الله عنهن. یارا بعضی مفسرین میگه که یا پیغمبرا بود به خاطر که نسبت وحی برش شده. ما میگیم نه، او وحی نبوت نیست، بلکه وحی الهام است. و یا چرا که آیت قرآن کریم رجال گفته پیغمبرا را. یکی مسئولیت و وظیفه پیغمبری شایان مرداست، نه شایان چی؟ زنا. به خاطر که پیغمبر مورد تعرض مردم قرار میگیره، لتکوب مردم قرار میگیره، در مجامع میره، مشکلات متحمل میشه و زن نمیتونه در کل مجامع بگوی گشت و گذار بکنه. بله، کاری دعوت میتونه. نوحی الیهم، که ما وحی کردیم به سویشان، من اهل القرى، از اهل قریه ها، یعنی آبادی های کلان. قریه اینجا مراد این نیست که دیهات باشه، مراد از پیشش آبادی های کلان کلان پیغمبران روان کردیم. افلم یسیروا فی الارض، آیا گشت و گذار نداره، نمیگردن در روی زمین، فینظروا، که ببینه به نظر عبرت، کیف کان عاقبت الذین، چه قسم بود انجام کسانی که من قبلهم، پیش از یا بود. چه قسم بود؟ کفار سابقه مهلتا برش داده شده بود، پیغمبرها وسیله کرد. چه رقم بود؟ پشتی سری جا بر ما بیان بود. انجام کار قومای ظالمو که اعراض کرده بود هلاک شده. الله پیغمبرها را کامیابی نصیب کرده. ولدار الاخرت خیر للذین، بله اگر در دنیا کدام گپ واقع نشد، انسان نیطور نگویه که بس خلاص شد، برات اجر الله در آخرت میده، او دار اجر آخرت بهترین. ولدار الاخرت خیر، دار آخرت، خانه آخرت بهتر است، للذین، برای کسانی که اتقوا، خود از شرک و کفر نگاه کرده، برای مشرک و خانه نیست. افلا تعقلون، چرا از عقلتان کار نمیگیری؟ عقل شما را دعوت میده که یک تا پرست باشه، بندگی را خاص برای الله متعال بسازی. چطور حالت آمده بود زمان سابق؟ حتی از استیأس الرسول، برنامه می تو روان می بود، پیغمبرها دعوت میداد و قوما واره مخالفت میکرد، نمیپذیرفت، بسیار حالت تیره میشد. و الله مهلت داده رایی بود برای امی قومای پیغمبران علیهم السلام. حتی از استیأس الرسول، تایی که زمانی که ناامید میشدن انبیاء علیهم السلام از ایمان آوردن قومی خود، زیاد دعوت دادن ایمان نآوردن. و ظنوا انهم قد کذبوا، یک ترجمه خیلی راجح اینمیست، و ظنوا، گمان کردن قومای پیغمبرا، انهم قد کذبوا، که یقینا برشان دروغ گفته شده. پیغمبرا که یارا میترسان از عذاب الله و میگفتن که ما غالب میشیم، پیغمبرا برای ما دروغ گفته. جاءهم نصرنا، می آمد برشان نصرت ما، امداد ما، فنجی من نشا، پس نجات داده میشد با کسی که ما میخواستیم. الله متعال میگه ولا یرد باسنا، باز گردانیده نمیشه عذاب ما، عن القوم المجرمین، از قومی که مجرم بود. فیصله عذاب که میشد باز دیگه باز گردانیده نمیشد، بلکه نمیشه. یک ترجمه راجح اینمیست که تا که مایوس میشدن انبیاء علیهم السلام از ایمان آوردن از یا خود نمیاره ایمان، و خود دی امی قوم گمان میکردن که برشان دروغ گفته شده که اگر ما ایمان نبیاریم عذاب میآید.
اونمو فرصت الله چی میکرد؟ نصرت خود روان میکرد برای پیغمبرها. در اینجا 27 توجیه هست. چند؟ به خاطر که احتمالات ده حتی چند احتمال است. ده چیسته؟ ده استیعاسه چقدر احتمال است، ده زبانو چقدر احتمال است. این احتمالات مفسرین جمع کرده. راجح احتمال است. دومشان میگم. حتی از استیعاس الرسول، مهلت دادن به قومای ادامه پیدا کرد تا اینکه ناامید شد انبیا علیهم السلام و ظنوا گمان کردن انبیا علیهم السلام انهم قد کذبوا که یقینا چی شدن؟ غلطی کرده شده از پیششان. شاید یا غلط شده باشه. البته پیغمبرای به یقین نگفتن، در خاطر و دلشان همینطور فکر آمد که شاید از یا خطایی شده باشه. جاءهم نصرنا، آمد براشان امدادی ما. پیغمبرات در سرحدی میرسید که با وصف تصدیق و یقینشان گاهی در دلشان این گپ هم خطور میکرد که شاید ما خطا شده باشیم در گفتاری خود. دمو فرصت نصرت ما میرسید. مراد ایسته که حالت اینقدر در سختی میرسید که حتی انبیا علیهم السلام قریب که چی شود؟ بگوی بیخید مایوس شود. تا او حد میرسید. این احتمال هم بعضی مفسرین ده ترجیح داده. اول احتمال ایج نوع گپ در مورد انبیا هم نیست، اصلی گپ است خلاص. لقد کان فی قصصهم، آخری آیت است. الله متعال خلاصه و لب لباب داستان یوسف علیه السلام برای ما بیان میکنه. لب لباب داستان یوسف علیه السلام چیسته؟ که از این داستان چی گپ است؟ لقد کان فی قصصهم، یقینا بود در قصه های انبیا علیهم السلام یا یوسف و برادرانشان عبرت کامل اولی الالباب، برای کسی که صاحبان عقل است، کسی که صاحب مغز و اندیشه است. از این داستان یقینا درسای خیلی زیاد میگیره. درسای زندگی، بسیار درسای زندگی، خیلی درسای زندگی ده چیسته؟ قرآن کریم عالی بیان میکنه. ما کان حدیثا یفترا، نبود یک سخن یفترا که جور شده باشه، ساخته شده باشه از جان خود، از فکر خود. اینطور نبوده. ولکن تصدیق الذی بین یدیه، بلکه داستان آنقدر جامع، آنقدر شامل برای تمام برنامه های زندگی یک انسان. از او خاطر یعنی یقینا که از چیسته پردر از روی تاریخ گذشته ها ورداشت. گذشته ها خوب هم بودن، بد هم بودن. هر کس میتونه از او عبرت بگیره، اما آدمی خوب، اما آدمی بد. از او خاطر انسان از داستانا باید عبرت بگیره. ولکن تصدیق الذی، لیکن تصدیق کننده است برای او کتابی که بین یدی پیش از است. این قرآن کریم آمد و داستان بیان کرد، تصدیق و تایید او کتابی کرد که پیش از این بوده. تورات و انجیل یا هر قدر کتاب آسمانی است. و تفصیل کل شیء، بیان کننده تمام چیزای ضروری انسانا که در ضمنش داستان یوسف علیه السلام آمد. و هودا، مکمل برنامه جامع هدایت. این قرآن کریم برای هر کس راهنمایی میکنه، هر کس راهش نشان میده. و رحمتا، کسایی که از علم و عمل کار میکنه رحمت است، یعنی ذریعه رحمت است. وقتی که در قلب تو فهم قرآن کریم جا گرفت، عمل کردی، عالی رحمت الله میشه. خب برای کی؟ لقوم یؤمنون، برای قومی که ایمان داره. مؤمن چون عقیده داره، عظمت قرآن میشناسه، ارزش به قرآن قائل است، از او خاطر وقت به قرآن میده، مطالعه میکنه، معنایش میفهمه و بعد از او سری احکامش عمل میکنه، بعد از او مورد رحمت الله متعال قرار میگیره. پس از این طور کتاب جامع امی مردم هم بازم استفاده نکرده، بلکه راه دیگر در پیش گرفته. در اینجا قرآن کریم گفت که عبرت برای کلی صاحبان عقل بود، کسی که یقینا فکر داره، اندیشه داره، مغز داره. برای از بسیار چی بود؟ عبرت ها بوده. بعضی مفسرین تلاش کرده نکات خیلی مهم امی داستان یوسف علیه السلام بیان کنه، فوایدش که چقدر فایده ها در این داستان موجود بوده. اول فایده، ما و شما یک چند فایدهش زود ذکر میکنیم ان شاء الله. اول فایده، در داستان یوسف علیه السلام انواع تنقلات است از یک حال به حال دیگه. حالات زود تغییر میکنه، حالات زود نقل از یک حالت است به حالت دیگه. حالت چار بیبی، حالت زندان بیبی، حالت پاچایی بیبی، حالت غم بیبی از یعقوب علیه السلام، حالت سرور بیبی، حالت محنت بیبی، تکلیف و امتحانات، و حالت چی را بگوی منت بیبی که چقدر الله احسان سر یوسف علیه السلام گذاشت. حالت چیسته بگوی مزیقه و تنگی بیبی که حتی
خوراک کباب پیدا نمیشه و حالت وسعت و فراخی را بیبی که الله چه قسم دیگه برشان پاچایی میده، جای میده، ایگه پاره میبینه. از همون خاطر حالت قحطی و حالت فراخی بارانا، حالت چیسته؟ اقرار و حالت انکار، حالت گناه معصیت و حالت عبادت. رقم انتقالات است در داستان یوسف علیه السلام از یک حالت به حالت دیگه. چی درس است برای ما و شما؟ زندگی انسان مشتمل به این انتقالات است. به یک سان همیشه باقی نمیمانی. گاهی صحت داری، گاهی مریض، گاهی فقیر هستی، گاهی غنی، گاهی خوش هستی، گاهی خفه، گاهی در تاریکی قرار داری، گاهی در روشنی، گاهی در چیز در عبادت هستی، گاهی در بگوی غیر عبادت. کل زندگی انسان عبارت از انتقال حالات است. این کل انتقال حالات در اختیار تو خودت نیست، اختیار در ذات دیگری است. کدام ذات است؟ الله. پس عبادت امو الله شود. اگر در اختیار تو می بود همیشه روشنی نگاه میکردی، همیشه خوش نگاه میکردی، همیشه صحت، همیشه فراخی، همه چیز. اما ما میبینیم که در حال خود باقی نیسته، بلکه ذات دیگری است که در تو تصرف کرده رویست. و اینمی انتقال حالات تنها مخصوص افراد عادی نیست، بلکه شامل به حالات ملائک، حالات انبیاء علیهم السلام و اولیاء کرام است. معلوم شد که خیر اولیاء و انبیاء متصرفین نیستند. اگر متصرفین می بودند نمی گذاشتند که حالات خراب سرش بیا. یعقوب علیه السلام پیغمبر، یوسف علیه السلام پیغمبر، اما نمیتونه از خود دفع بکنه حالات غم که حالات سرور برای خود پیدا بکنه. دوم فایده در داستان یوسف علیه السلام قانون تعبیر رویاست. بله، خوابهایی که یقینی باشه واقعی است. سه قسم خواب براتون کرده بودم. تعبیر خوابای یقینی گپ یک قانون است، اصول برای خود داره. اصول از اون دینامی خواب چی شده بود؟ بیان شده بود. اصول تعبیر خوابایی است که مشابهت ها در نظر گرفته میشه، روی مشابهت ها تعبیر میشه. مثل که یوسف علیه السلام گفت که من دیدم آفتاب و مهتاب و چی را 10 ستاره را که برای من سجده کرد. یعقوب علیه السلام فهمید. چرا؟ مشابهت پدر که پیغمبری داره و مثل آفتاب بود، مادر به مثل قمر بود که از اونجا کمی روشنی گرفته، اولادا کمتر روشنی گرفته. از او خاطر تعبیر به برادر و پدر و چی کرد؟ چرا که در بین آفتاب و مهتاب و ستاره ها و در بین پدر و مادر و اولادا چی بوده؟ مشابهت بوده. یا به مثل ازی که او 2 نفر که خواب دیده بود در زندان، اونجا مشابهت ها را از روی مشابهت تعبیر کرد یوسف علیه السلام که کسی که از سرش چیسته بگه چی نانا را میخوره، اون مشابهت به این بوده که در دار آویزان شده بود، مغزش مرغا میبرد. اما کسی که چی میکرد؟ شراب جور میکرد، جوس جور میکرد، او را گفت که پس بروز چی ساقیست. همین قسم خوابی پاچا که 7 خوشه چیسته خیلی تازه و 7 خوشه خوش تر بخوره، از مشابهت کار میگیره. تر و نمو سالاست که یک دم باران میشه، یک دم سرزمین سرسبز است. خشک و نموسته که باران نشوده و امو غله های سابقه مکمل توسط سال خشکی چی میشه؟ از بین میره. این قسم این مشابهت هاست. از او خاطر یکی از قوانین تعبیر خواب است که از روی تشابهات کار میگیری. این اصولی چی هست؟ بگوی چی تعبیر است. سوم است که یکی از جمله علوم هم علم تعبیر رویاست. از همون خاطر الله متعال احسان میگذاره بالای یوسف علیه السلام که تاویل احادیث برش نشان داده. اگرچه یک معنای تاویل احادیث تعلیم یا بیان دلایل توحید بود، لیکن تعبیر رویا هم اگر کسی یقینا معلومات کافی داشته باشه، علم داشته باشه، خوب است. اگر کسی یاد گرفته بتونه، ولی ما نمیتونیم. سوم فایده چهارم فایده از این داستان یوسف علیه السلام برای ما ای آمد که خود قرآن برای ما گفت که ذالک من انباء الغیب، ای از خبرهای غیب بود. پس این دلیل بالای صحت نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم شده بود، به خاطری که پیغمبر علیه السلام هیچگاه در مدرسه پانتون نخوانده، پیش کسی اومی آدم است، اما داستان اینقدر جزئیات واقعیش بیان کنه که هیچ نوع کمی کاستی در اون نباشه. این خود دلیل بالای عزیز است که به ذریعه وحی به پیغمبر علیه السلام داستان آمده، وگرنه همونطور بیان کرده نمیتونست. پنجم فایده است که انسان باید از چیسته از اسباب شر و از کتمان چی بکنه؟ از اسباب شر خود نگاه بکنه و هرگاه یک در کدام جای فساد پیدا میشد هدف خود کتمان کو، برای کسی بیان نکو. از اسباب شر خود نگاه کردن شر حسد بود. یعقوب علیه السلام توصیه کرد به بچه خود یوسف علیه السلام که خواب برای کی برادرایت قصه نکو، چرا که او حسد میکنه او حسد خود شر است. شر جذب کرده رویسته. و دیگه
مقصد و مرادی تا به خاطر از اینکه تو در فتنه یا در شر واقع نشوی پنهان کرده میتونی. از همون خاطر یعقوب علیه السلام توصیه کرد به یوسف علیه السلام که تو پنهان کو خوابی تا به برادرت قصه نکن. ششم فایده، در هر جای عدالت مطلوب است. عدالت مطلوب است. انسان باید از عدالت نبراید در هر معامله. حتی پدر و مادر در حق اولاد عدالت رعایت بکنه. چرا؟ اگر عدالت رعایت نکردی جنجال پیدا میشه. اگر یعقوب علیه السلام در ظاهر معامله را با یوسف علیه السلام طوری میکرد مثل که امرای دیگه بچا میکنه، به این سرنوشت یوسف علیه السلام نمیرسید. خب زمانی که یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام پیش کرد و بچای دیگر دور کرد، اینی بود که جنجال پیدا شد. از همون خاطر است که عدالت چیزی است که امن یا چیسته امن برقرار میسازه. تا که عدالت موجود باشه امنیت میاد، اگر عدالت موجود نباشه امن نمیاد. حتی در اولاد پدر هم اگر در عدالت موجود نبود امن نمیاد. او کسی که دو سه زن داره اگر عدالت مراعات نکنه باز همین دنیا برش چی میشه؟ جهنم جور میشه. این را یاد داشته باشید. در مکتب اگر استاد عدالت رعایت نکرد مردم سرش تظاهرات میکنه، از مکتب میکشش. در هر جای همینطور است. پادشاه اگر عدالت مراعات نکرد رعیت در مقابلش میخیزه و او را عزل میکنه، نمیمانشه. پس اسباب بزرگ امن عدالت است و عدالت مطلوب است در هر جایی که باشه.